در ازبکستان یک سراینده زن را برای پوشیدن شلواری همرنگ پوست بدن انسان از حقوق آوازخوانی محروم کردند. بهادر احمدوف جانشین وزیر فرهنگ و سیاحی ازبکستان گفت کنیزه یا شهرزاده احمدوف در پی پخش یک نوار ویدیویی از اخلاق بیرون که به اینترنت راه یافت به مدت یک ماه از حق آوازخوانی محروم کرده شد. احمدوف گفته است که اعضای شورای بدیعی یکدلانه برای بازپس گرفتن اجازتنامه سرایندگی کنیزه آواز دادند. به خود کنیزه آگاهی جدی داده شد. اگر کنیزه در طول یک ماه رفتار خود را تغییر داده برای راست رود، می تواند دوباره برای گرفتن اجازتنامه مراجعت کند. در همین حال کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز در زیر این ویدیو که کنیزه در یک توی در تن شلواری همرنگ پوست انسان و کرته سفید آوازخوانی میکند شرح‌های منفی نوشتند و حتی کنیزه را به اوریان بودن عیبدار کردند. ولی خود سراینده همه این را تهمت میداند و میگوید که هنگام هنرنمایی در تن شیم داشت که رنگ آن باعث نافهمی منصبداران و کاربران اینترنتی شده است. او میگوید نه خود در ازبکستان بجز از بحث شلواری من مشکل دیگری باقی نمانده است. همچنین کنیزه خطاب به وزارت فرهنگ و سیاحی ازبکستان و اینچنین شرکت دولتی ازبک کنسرت گفته است هر باری که خواستید ما سراینده ها نه نگفته بدیه های دوردست و میدان های پر از چنگ و خاک رفته به پول رایگان هنرنمایی میکنیم، حتی باری هم به ما رحمت نمیگوید. درباره جایزه های دولتی حتی چیزی نمیگویم. به همه معلوم جایزه را تنها تقدرها میگیرند. چرا آن نفرانی که در تالارهای کنسرتی به 4000 با یک برنامه پوچ و الفاظ قبیح کنسرت میدهند و پول کار میکنند هیچ چیز نمیگوید؟ چرا اجازتنامه آنها را نمیگیرید؟ چرا آنها اوریان در کنسرت ها برآمد میکنند و حتی اوریانتر در شبکه‌های اجتماعی فعالند؟ پیشکشان را پیش نمیگویید؟ این به همه معلوم چون که آنها کریشه دارند. در کدام ساحه مقامات ما عدالت اجتماعی داریم؟ همه ساحه از سر تا پا فساد زده است، کسی چیزی نمیگوید. گفته است این آوازخوان مقامات ازبکستان در سال 2016 تمیل نام آوازخوان را برای راه یافتن یک نوار غیر اخلاقیش از حق آوازخوانی محروم کرده بود. در سال 2018 باشد از شعلا احمدوف نیز اجازتنامه‌اش را گرفته بودند. گویا این سراینده ازبک در یک کلیپش خیلی کوشاد مناسبت پسر و دختر را نشان داده است که این صحنه به فرهنگ شرقی و مدنیت ازبکی راست نمی آید.